عجیب نیست که چرا بعضیا راحت ثروتمند میشن؟ چون یه قانون 180 ساله رو میدونن که آدم معمولی هیچ وقت بهش توجه نمیکنه. تا حالا دقت کردی چرا بعضیا همیشه جلوترن؟ نه باهوشترن، نه سخت‌کوشتر. فقط یه قانون 180 ساله رو بلدن. قانونی که میلیاردرها نسل به نسل بهش پایبندن ولی آدمای معمولی اصلاً جدیش نمیگیرن. اون قانون اینه: انرژیت رو فقط جایی خرج کن که تحت کنترل خودته. نه حرف مردم، نه قضاوت‌ها، نه حاشیه‌ها. آدمای موفق انقدر درگیر رشد خودشونن که اصلاً وقت نمی‌کنن وارد بازی بقیه بشن. مثل یه دونده حرفه‌ایه. خط کناری رو نگاه نمی‌کنه، تماشاگر رو نمی‌بینه، فقط مسیر رو میشناسه و ادامه میده. هر دقیقه‌ای که حواست به بیرونه، یه قدم از مسیر خودت عقب افتادی. تمرکز مزیت ناعادلانه است. اگه دوست داری بخش دوم این رازو بدونی، اول پیج رو فالو کن، بعد منتظر ریلز بعدی باش.